خوب با ما معلومات اپراتیوی رسیدگی است. البته ما در این عکس شخصی را که میبینید البته نامش کمال، اما نفر نشان بدید. همین نفر کارمند امنیت کمال نام داره، کپیتانی امنیت داروخانه خودش است و دادرش سودا میکنه. یعنی که به نام هلال این امنیتی در اپتیکش مواد مخدر و تابلتکه های نارکوتیکی لیریکا، ترامادول، افیون تامین میکنه. دادرش سودا میکنه، خودش کریشاوت میکنه. یعنی خوب سوگند خوردگیان نفری که فرستادگی یگان تهمت نیست. این مسئله را چندین مقامات میدونند و افرادی که این مسئله را میدونند ما میدونیم که اونها کی هستند و اینا کی کریشاوت میکنن. کمال کارمند امنیت است، کار را انجام دادن نمیتوانند. یگان کس یگان گپش نمیگه. خب به حد زیاد جوانها حتی مکتب بچه‌ها نشأمند داروهای همینطوری، یعنی که یعنی همین داروهای نوش چی گفتم، همین ترامادول، لیریکا و همین چیزای مواد مخدر میزنن که بچه‌ها انا همین آدم یعنی که با همین بیماری ها و با همین یعنی که چیزا گرفتار نشأمند شو کردگی است. خب التماس همین گپ زنید تو مردم دونند که بچه مثلا 18 ساله همین مثلا 2 نفری که نوشتگیان و از امنیت من بپرسیدم بله درسته ای اپتیکا دارد ولی امنیت برای ما نگفته است یعنی ای با این کار میکنه ولی اپتیکا دارد و دادرش یعنی که سودا میکنه. و چندین نفران میگند که نارکوتیکا را صفت فرم اساسا تامین میکند در تاجیکستان. خوب دیگه صفت فرمان اپتیکش هست، صورت اپتیکش خطی دادرش هلال. خوب انا اینا را بفهمی در 8 مارس نزد مسجد سراسیا خانه خودش به دست همی کمال زندگی میکند. خوب دیگر زوانی کمال کپیتانی. خوب دیگر اینه اپتیکاش که دیده سی در گیجا هستند. اینه هم اپتیکاش روبروی شعبه میلیسیا اسماعیل سامانی. به عجایب جایده بود. اسماعیل سامانی یه عملا را برای 80,000 دلار می قپن میارن. داملا عبدالله مولوی عبدالله خان عبدالله یزگلامی را می قپن میارن برای 80,000 دلار در خانهش داشتن و دعا خوانده است. یک اینه آدم ما دیده سی اینه آدم اپتیکا داره، کمال دادرش هلال اپتیکاش رو برای ملیسه خانه اسماعیل سامانی داروهای یعنی که همینطوری میفروشه ولی یگان نفر از مقامات ایران نمیبینن با روبروی ملیسه خانه. خب میدونیم که ملیسه خانه اسماعیل سامانی که در روبروی همین اپتیکایی که فعلا حاضر اپتیکا را اگر باشد یک بار دیگه نشون که تو ملیسه های کوری اسماعیل سامانی یعنی که ببینن ملیسه خانه را دیده سی این ملیسه خانه می اپتیکا انا روبروی همین ملیسه خانه بریکو زوره گفتی گپا این ایو قپه این دارو فروش را قپه همونجا برای 10 دقیقه 20 دقیقه پیش همونجا چند تا جوان نرکمند میآید همین که درام دارو را فروخت یعنی با قپه بگیرشون یکم پرابلم نیست. انا هم میبینیم که شما چند کار میکنید یتیم میترسیده باشه ای که ایتری یعنی که کارها صورت گرفته است و اصلا یگان یعنی که کاری نمیشود. خوب خدا کند که یعنی که این چیزی که ما نشر میکنیم به منفعت ملت و مردم باشد.